به نام خدا، عرض سلام. امیدوارم حال تک تک همکاران عزیز خوب باشه. دستگاهی که معرف حضورتون هستش دستگاه چکمه شور اتوماتیک هست، به سفارش شرکت محترم کوروش پروتئین براشون طراحی و ساخته شده. خب ما سعی کردیم برای طراحی این دستگاه حسنایی که در دستگاه تولید ایران هست رو بالا ببریم و تمام ظرف‌هایی که وجود داشت رو حذف کنیم. این دستگاه کاملا هوشمنده، مجهز به سیستم PLC، دارای تنظیف کفشوره، دارای تنظیف دستشور و دارای تنظیف ساقشور. یه توضیح حالا کلی برای کارکرد دستگاه بهتون بگم. خب نفر از ورودی دستگاه که میخواد وارد محوطه دستگاه بشه، حالا نسبت به حالا سیستم ایمنی که طراحی شده برای اینکه نفر وارد بشه، دستگیره رو میگیره، وارد میشه و پاشون رو میذارن روی سیستم کفشور. از وسط سیستم کفشور یک سیستم پاشش آب تعبیه شده که خب آب پاشش میشه به فرچه ها، کف پای طرف شسته میشه. حالا من به این صورت تست کنم و سریع چشمه دوم بگیرم که خاموش بشه، چون اجازه نمیده صدای فرچه ها که من بتونم ویدیو بگیرم. ببینید چشمه اول دستگاه به محض اینکه من وارد دستگاه بشم دستگاه روشن میشه. وارد سیستم کفشور میشه. خب من مجبور شدم ویدیو رو قطع کنم چون اجازه نمیداد صدای فرچه ها که من ویدیو بگیرم. ببینید به محض اینکه نفر وارد بشه، این فرچه هایی که تعبیه شده برای این دستگاه کفش طرف رو با آب و فرچه شستشو میده و وارد پنل دستشور میشه، یعنی سیستم دستشورش میشه. ما یه دونه ظرف مایع ضد عفونی کننده طراحی کردیم، کنار خود سیستم دستشور گذاشتیم. مایعی که به فراخور حالا هر شرکتی ریخته میشه. نفر به محض اینکه دستشو وارد سیستم دستشور بکنه چشمی میبینه و مایع ضد عفونی کننده به دست طرف پاشش میشه. الان دست من وارد سیستم دستشور میکنم، صدای پاشش پمپ و مایع ضد عفونی کننده پاشش میشه و بعد وارد سیستم ساقشور برای پرسنلی که حالا میخوان ساق پاشون شسته بشه و چکمه دارن میشه و ساق پا شسته میشه و خارج میشن. و در آخر چشمی آخر دستگاه که خروج نفر رو ببینه دستگاه رو خاموش میکنه و این سیکل دوباره به تبعات میتونه تکرار بشه. تابلو PLC دستگاه زیر قسمت سیستم دستشور گذاشته شده و از آب مصونه. این دستگاه قابل توجه همکاران عزیز فقط با یه دونه موتور گیربکس کار میکنه، یعنی هر 5 تا فرچه‌ای که اینجا هست با یه دونه موتور گیربکس کار میکنه. سیستم فوق‌العاده کم استهلاکی هستش. تمام متریالی که توی این دستگاه به کار رفته تماما استیل 304 هستش و هیچ فرسایشی در طول زمان نسبت به رطوبت از خودش نشون نمیده. امیدوارم این دستگاه برای همکاران عزیز و شرکتایی که برای سیستم‌های تنظیف و چک محیط کار، حالا کارگاه و شرکتشون نیاز دارن، مفید فایده باشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.